حکیمی گرچه که قبلا هم به ابتدا اشاره داشتم روی مسائل ملی و مسائلی که مربوط به وزارت دفاع میشه شما پرسان میکنم. مسائل ملی به خاطر پرسان میکنم چون جایگاه شما در امارت اسلامی خیلی رفیع و بلند است و از تصامیم ملی با خبر هستید. میخواهیم بدانیم که و از زبان شما همچنان بشنویم سرنوشت مکاتب دخترانه در حکومت امارت اسلامی چی خواهد شد؟ بارها ما گفتیم که مکتب های دخترانه از 36 بالا باید بحث شما هم البته ما شرایطی که داشته باشند شرایط را بگوید در بفهمند در تمدن در سرکوبی بستر نبرند و ما تا جایی که معلومات گرفتم این موضوع مطلق یک موضوع علمی است علمی که توسط علما حل میشه. ما باور داریم علما هر کسی معذرت را حل کردن این موضوع را هم حل کرده میتوانند. موضوع مطلق علمی است، نه از طریق کشورهای خارجی حل میشن، از طریق رسمیت نشناختن و نه از طریق تضادهای ملی و بین المللی و میتونن، نه از طریق تظاهرات حل شدنی نیست. یک چیزی شما باور داشته باشید. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به